اما برای اینکه این دید رو یه خورده بیشتر توضیح بدم، این داستان 3 برادر پزشک رو حالا بعضی از عزیزان که کلینیکی اومده بودن قبلا من برای بعضیاشون تعریف کرده بودم. به خصوص کسانی که میومدن برای اینکه بدنشون رو تنظیم بکنن و بیماری خاصی نداشتن، من معمولا این داستان رو براشون میگفتم. داستان مشهوری هست که در مورد مکالمه بین پادشاه و یکی از پزشکان دربار هست که آوازه شهرتش در سرتاسر کشور پیچیده بود. و خلاصه داستان از اینجا شروع میشه که پادشاه میاد به این پزشک میگه که آیا کسی هست که در حرفه پزشکی از تو بهتر باشه؟ تو که سرآمد همه پزشکان هستی، آیا کسی هست که از تو بهتر باشه؟ و اون پزشک مشهور توضیح میده که ما در خانه‌مون 3 برادر هستیم. برادر بزرگتر بیماری رو پیش از مبتلا شدن فرد به بیماری، یعنی درمان میکنه بیماری رو قبل از اینکه بیمار شدی. درمان بیماری پیش از بیمار شدن. جویبینگ. نه، درمان بیماری پیش از بیمار شدن. این کار برادر بزرگ هست. بنابراین نامش از خونه ما بیرون نمیره. یعنی خارج از خونه ما هیچکی نمیشناستش. بعد برادر وسط که بازم برادر بزرگتر این پزشکی معروف حساب میشه، بیماری رو در حالی که هنوز در نطفه است. اینجا از واژه او استفاده شده تو متن بالا. او یعنی قصد شکل گرفتن، تازه هنوز اون دونش کاشته شده به اصطلاح. در اون مرحله بیماری رو تشخیص میده و درمان میکنه. بنابراین نامش از محله ما فراتر نرفته. همون فقط بچه‌های همون محل میشناسن. اما من بیماری رو وقتی که کاملا بروز پیدا کرده با انواع و اقسام روش‌ها که حالا اینجا روش‌ها که نام برده شده، مثلا طب سوزنی، طب گیاهی، تو اینا انواع اقسامو نوشته، درمان میکنم و نامم در بین میان اربابان، پادشاهان و اینها شنیده شده. حالا تو این داستان اولی رو توی اون متن بالای چینی شانگ یعنی بالا، ای یعنی منظور اینجا پزشک. شانگ به چینی میشه پزشک. شانگ ای یا در کتاب خوانگ دی نیجینگ اینو شانگ گونگ، یعنی اگر پزشکی رو در 3 سطح تعریف کنیم، بالاترین سطح از پزشکی برادر بزرگه. این برادری که بیماری رو قبل از بیمار شدن درمان میکنه. جونگ ای یعنی یا جونگ گونگ یعنی سطح میانی از پزشکی. اون کسی که بیماری در اون نطفهش، در اون دونش که داره شکل میگیره، در همون مرحله اولیه که هنوز شاید هیچ کس ندونه اصلا بیماری، یعنی خود فرد اصلا کنه من که بیمار نیستم، هیچ مشکلی ندارم، در اون سطح تشخیص میده و درمان میکنه. یه عده کمی حالا میشناسنش. این میشه لول دوم پزشکی. لول سوم پزشکی اون چیزی است که ما امروزه به نام پزشکی میشناسیم بیشتر. یعنی بیماری هست، بیماری رو درمان میکنیم. مثلا یکی دچار سردردهای میگرنی هست، این سردرد میگرنیش رو میخواد درمان بکنه. یکی دچار شانه منجمد شده، میاد شانه منجمدش در حقیقت. یکی دچار آرتروز زانو هست، میاد آرتروز زانوش رو درمان بکنه. بیماری گوارشی داره، میاد بیماری گوارشیش رو درمان میکنه. این پایین ترین لول پزشکی هست طبق تئوری طب چینی. اون چیزی که در طب چینی در بالاترین رده ارزش قرار داره شانگ گونگ یا شانگ ای، درمان بیماری پیش از بیمار شدن هست و این یه مفهوم کلیدی در طب چینی.